دوستان، آرتیک گنگ هستم. بچه‌ها چطوری؟ بچه‌ها امروز اومدیم با یه ویدیو لایک، سابسکرایب، زنگولم بزنید که وقتی ما ویدیو میذاریم با خبر بشین. بچه‌ها کامنت هم بذارید که برون خیلی انرژی میدیم. برو بریم سراغ ویدیو. خب بچه‌ها ببخشید مثلا چند ماه نبودم، چند ماه نبودم به خاطر امتحانات مدرسه و مدرسی هایی که مثلا گرفتن خودم واقعا خوب میتونم ولی اومدم برای شما ویدیو بزنم. ببخشید نبودم. برو این سراغ. خب بچه‌ها امروز اومدیم یاد بدیم به شما که چجوری توی یه روز 10 تا گل کنید. خیلی آسونه. خب بچه‌ها نکنین. حالا من دیگه خوب نیستم بچه پلیرم، همتون میدونم. شما بهتر از حالا مولتی پلیر هم میدونم، مولتی پلیر رو میدونم که بهتر میشه به نظرم که هم 20 حالا تک حالا بریم بخواد وارد بشون قبل از باید چیزی نکات مهم بچه اگه شما میخواین رایفل یا SMG یا کلا اسنایپ کلا گاناتون رو بکنین، باید شما اول مثلا کامون گلدشون رو بعد باز کرده باشین. مثلا الان من که گان زیاد ندارم ولی نایفان گلده نکنید. الان من مثلا این نایف کاتانا میگم نیزم رو گلد کرده و شما وقتی گلد کردین شما وقتی بازی میکنید حالا برای نایفا بیشتر میره و شما هر دست بازی کنین تقریبا 20 تا به شما میده. از همین ها و میدونم خیلی آسان با چند دست بازی بگیرید. ولی اگه میخواین گانات یا کلا گان بجز نایفا بخواین مثلا سلم میخواین دایمند بچه شما باید اول گلدش رو باز کنید. این باید سراغ نکات مهم بچه پرکی که باید برای اینها بذارید یکی از پرک‌ها شما باید یک پرکی بزنید که با گانتون مناسب باشه. وقتی پرک رو گذاشتید شما پرک‌ها رو میزنید پرک اثر داره. اول داخل پرک‌های قرمز این رو میذاریم که دویدنتون رو با گان 12% بیشتر میکنه و پرک داخل سبزا به نظر من حالا اونجوری که من اینو به همینی که من گذاشتم بذارید که وقتی انمی رو میزنین خشاب شما بهتون خشاب به شما میده و چیه جونم به شما یه ذره اضافه میکنه وقتی انمی رو بزنید. اینم بذارید و بریم داخل پرک آبی به شما پرک آبی به نظر یه پامرغ میدین. این رو بذارید یه پامرغ نمیدین که چرا باید برم همین پرک رو بذارید که قوی تر میزنه گارتون 25% گانتون رو قوی تر میزنه. خب این از این بشه بریم به بخش قدرت ها شما به نظر من حالا اینجوری من این انتخاب کنید که خیلی به در میخوره. وقتی این انتخاب کردیم میگیم پایین میدونیم منصوبه نمیدن این چه بدی داره نه این هم هلیکوپتر هم میداریم خیلی هلیکوپتر من میداریم این با من میداریم که میداریم بخشی کلا میشه با میداریم این هم از این ستا میریم برای قدرت ها. به نظر من بگیرید چون به نظر من این آزیشی من لیژنریشن باید گرفتم اینو به نظر من نداریم. به نظر سگر بودیم که بهتره. خب بریم سراغ گرانه. خب بچه به نظر من اگه شیپمنت بازی کنید یا هم میخواید دایمند کنید این بزنید ترپمن بزنید بچه ترپمن بهتر از همشون میذاره یه جا میاد یه نفر و این بجای این من به شما میگم این رو بذاری که میتونه حتی که میاد رو نگه داره و شما بزنید و از این حالا بریم من به شما این نشون بدم.
دیگه ما منتظریم تا ردی بشه. حالا این شکلیه بچه ها، تیمی نیست بچه ها، به شما بگم من اینا تیمی نیست، تک به تکه. شاید این حالا بریم داخل گیم خدا تایمون نخوره. خب تیمی نیست بچه ها، تا 20 خیلی خوبه. مثلا در اینجا میگیرم من مخصوص سونه پلیر نیستم، برای کسانی که کلا میخوان دایمند یا گلد کنن. وحشی ها رو خب من الان بازی میکنیم خیلی خوبه. اتفاقی که شما کم به شما میدم شما بازی کنید برای شما خیلی بیا تبا ما بردیم. حالا ما یادم گل کنیم. حالا شما باید این کار رو انجام بدید و آسون خریده باشید. ما آسون خریده شما بچه ببخشید ولی برای چند ما نبودم، مشکلاتی برای ما پیش اومده بود. الان نمیدونیم کجا دارم ویدیو میگیرم. حالا بعدا اینجا باید مرکز کنم به شما نشون بچه شما اینجوری میتونین گلد یا دایمند کنین. بچه ها مرسی که این ویدیو دیدین، لایک سابسکرایب بزنین که من خیلی انرژی زنگولم بزن که وقتی ما ویدیو جدید میذاریم که قرار خیلی ویدیو بذاریم شما با خبر بشین. کامنت هم بذارین که ما خوشحال میشیم. بچه مرسی که این ویدیو دیدین. تا یه ویدیو دیگه